در تفاوت میان معاد صدرائی و معاد احصایی اگر بخوایم خیلی کلی بیان کنیم عرض میکنیم که در همه مراحل این دو معاد تفاوت هست. حتی در مبانی مسائل معاد ما میبینیم که میان صدرا و مرحوم شیخ احمد احصایی تفاوت وجود داره. خیلی تعجب از کسانی که این دو معاد رو یکی پنداشتند و گفتند که مثلا مرحوم شیخ احمد احصایی قائل است به همون معاد صدرا. در تک تک مراحل کلیه و جزئیه معاد میان اینها تفاوته، چه مبانی و صدر قضیه و چه ذیل قضیه. من یک نمونه عرض کنم. مثلا در کیفیت تحقق بهشت و دوزخ صدرا صریحاً داره در عرشیه که هر آنچه که انسان در آخرت مشاهده میکنه از نعمتها یا نقمتها، یعنی آنچه که در بهشت میبینه یا در جهنم، همه و همه در جهان جان اوست، چیزی خارج از گوهر ذات او نیست و در نتیجه قائل میشه به این که بدن مؤمن بهشت است و بدن کافر دوزخ. یعنی چون جهان جان اوست، همون بدن او بهشت است و همون بدن او دوزخه. اما در معاد احصایی که همون معاد قرآنی هست، صریحاً بیان شده که بهشت و دوزخ خارج بدن انسان تحقق دارن، نعمتهای بهشتی و نقمتها و عذابهای جهنم خارج بدن انسان وجود داره. این انسان است که اینها رو تحصیل میکنه. شیخ مرحوم مثالی که دارن در اینجا میفرمایند مثل یک بازاری که میوه ها و فواکه در بازار هست و شما میری داخل این بازار و خرید انجام میدی و در ملکیت تو در میاد، یعنی یک صورت جدیدی پیدا میکند این فواکه و میوه ها که در ملکیت توست. اما خب در این دنیا چون عالم اعراضه، یکی ممکنه سرقت کنه و بدزده این میوه ها رو از تو با اینکه در ملکیت توست. اما در آخرت اینطور نیست. این نعمت ها در بهشت موجوده، شما با انجام دادن طاعات و عبادات در واقع وارد سوق بهشت شدی به تعبیر بعضی از روایات و خریدی اینها رو، میخری اینها رو. اما چون در آخرته و اصالت داره و ان الدار الاخرة لهی الحیوان، چنان صورت شخصیه‌ای پیدا می کند این نعمتهای بهشتی یا نقمتهای جهنم، چنان صورت شخصیه‌ای با اونها پیدا میکنه که میشود تن تو و بدن تو. قبل از اینکه در ملک تو بیاد صورت نوعیه داشت، این نعمتها صورت نوعیه داشت و همچنین عذابها صورت نوعیه داشت، صورت شخصی نداشت. بعد از اینکه تو اونها رو تملک آخرتی کردی، یعنی با اعمالت در این دنیا اونها رو مالک شدی، چنان صورت شخصی پیدا میکنه که مثل مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه بیان میفرماید که بدن مؤمن بهشت اوست و بدن کافر جهنم اوست. خب کسی نگاه کنه میگه معاد صدرائی همون معاد احصایی شد، چون آخرش مرحوم آقای کرمانی فرمودن بدن مؤمن بهشت اوست، صدرا هم اول کار گفت بدن مؤمن بهشت اوست. خب چه تفاوتی کرد؟ تفاوت در این سیر بود که عرض شد. او اصلا تحقق خارجی قائل نیست برای بهشت و دوزخ و میگه در جهان جان او و گوهر ذات اوست و در نتیجه بدن مؤمن بهشت اوست. اما مرحوم آقای کرمانی دارن بیان میکنن که طبق آیات و روایات تحقق خارجی داره این بهشت و دوزخ، اما انسان با اکتساب این نعمتها و با اکتساب این بهشت چنان صورت شخصی پیدا میکنه و چنان در ملکیت او در میاد و چنان جاوید میشه در این ملکیت شخصیه که میشه بدن او بهشت او. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.